سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، اگر میخواهید که خداوند در مال و اولاد و رزق و روزیتان برکت عطا فرماید و اهل خانواده به صلاح آمده درستکار و صالح شوند، این سه عمل کوچک را همراه خانواده انجام دهید. یکم این که هر روز با قاعده هر یکی از افراد عائله چند صفحه از قرآن عظیم الشأن را تلاوت کنند. تلاوت یک صفحه از قرآن تقریبا 2 یا 3 دقیقه طول می کشد. قرآن را باز کنند و حداقل 100 آیت از قرآن عظیم الشأن را تلاوت نمایند. و اگر خواندن قرآن را یاد نداشته باشند، حداقل 100 آیت از قرآن را گوش اندازند. دوم این که هر روز یک حدیثی از حدیثهای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمایند. همه افراد عائله گردی هم جمع شوند و کتاب ریاض الصالحین را کشاده فقط یک حدیث بخوانند. مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند مسلمان واقعی کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبانش آزار نیابند. فقط یک حدیث بخوانید و کتاب را بپوشید. فقط یک حدیث، ولی هر روز یکی بخواند و دیگران همه با تأمل گوش اندازند. سخنان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم جامعه ساز بوده، از در و یاقوت و مروارید هم با ارزشتر هستند. افرادی که از سخنان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی می کنند انسانهای صالح و درستکار بوده، از آنها جز خیر و خوبی چیزی دیگری نمیتوان انتظار بود. سوم این که روزانه حداقل 100 بار استغفار کنیم. هر یکی از افراد عائله به قصد ترک گناه و اظهار ندامت و پشیمانی از گناهان 100 بار استغفار گوید. معنی استغفار طلب بخشش و آمرزش از گناهان است. طبق احادیث گوهربار نبوی، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک روز 100 بار استغفار می کردند، با وجودی که پیامبر بودند. این 3 عمل کوچک وقت زیادی را نمی گیرد، ولی ان شاء الله خداوند به سبب آن فیض و برکاتش را در خاندان ما می ریزاند و اهل خانواده ما را به صلاح می آورد که آرزوی هر یک فرد مسلمان است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.